پالکونیک اندری موراشکین به مقام فرمانده نو پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان، بزرگترین پایگاه خارجی ارتش خشکگرد روسیه تعیین شده است. خدمات مطبوعات حوزه مرکزی حربی ارتش روسیه روز 1 دکمبر سال 2022 گفت به هیئت شخصی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان فرمانده نو آن را معرفی کردند. به این مقام پالکونیک اندری موراشکین که قبلا فرمانده یک واحد علایده سواره تیراندازی حوزه حربی مرکزی را بر دوش داشت تعیین شد. پالکونیک اندری سرگیویچ موراشکین 16 ایول سال 1984 به دنیا آمده، آموزشگاه عالی فرماندهی حربی نوسیبیرسک را ختم کرده و در اکادمی قشون‌های عمومی قوه‌های مسلح روسیه نیز تحصیل کرده است. او سابقه حربیش را از فرمانده وزواد آغاز کرده تا به مقام فرمانده بریگاد علایده سواره تیراندازی رسید. بریگاد تحت فرمان موراشکین در جنگ‌ها در ولایت‌های شرق اوکراین اشتراک دارد. ماه سال 2022 محض برای کارنمایی در عملیات مخصوص حربی در اوکراین به موراشکین که آن وقت هنوز پادپالکوونیک بود اردن مردانگی یا موژستوا و در اول ماه نوامبر اردن الکساندر نیفسکی دادند. او همین طور در اوکراین صاحب رتبه نوبتی پالکوونیک شد. پایگاه حربی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با حدود 7000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه حربی آن کشور در خارج به شمار می‌رود. این پایگاه در شهر دوشنبه و باختر مستقر شده است. حکومت تاجیکستان در سال 2012 زمان بود و باش پایگاه حربی روسیه را دست کم تا سال 2042 تمدید کرده. این پایگاه را از مسئولیت پرداخت پول اجاره آزاد